نحوه کار با مینی واش‌های تک مخزن 2 تایمر جنرال تکنیک. ابتدا شلنگ آب اتصال شهری را به ورودی آب متصل نمایید. سپس شیر آب را باز نموده و بسته به میزان لباس حداکثر نصف ارتفاع مخزن شستشو را آبگیری نمایید و سپس شیر آب را ببندید. لباس‌ها را داخل لباسشویی قرار داده و پودر یا مایع لباسشویی را با آن بیفزایید. ولوم سلکتور را روی حالت واش قرار داده و ولوم تایمر را در جهت گردش عقربه‌های ساعت بسته به میزان کثیفی لباس حداکثر 15 دقیقه تنظیم نمایید. پس از اتمام شستشو، شلنگ تخلیه را روی کفشور یعنی همسطح زمین قرار دهید تا آب تخلیه شود. برای آبکشی لباس‌ها، مجدد شلنگ متصل به آب شهری را بر روی مجرای ورودی آب قرار داده و آب را باز نمایید تا دیگ شستشو تا نیمه از آب پر شود. ولوم تایمر را ماکسیموم تا 5 دقیقه بچرخانید و سپس مجددا شلنگ خروجی را روی کفشور قرار داده و اجازه دهید آب جاری از روی لباس‌ها عبور کرده و همزمان از شلنگ خروجی خارج شود. تذکر: در این مرحله توجه کنید که در هنگام چرخش پروانه کف مخزن لباسشویی خالی از آب نماند تا به لباس‌ها آسیبی وارد نشود و همچنین فشار آب ورودی و خروجی در این مرحله یکسان باشد. پس از توقف پروانه کف از خالی شدن کامل آب اطمینان حاصل نمایید. پس از آبکشی وارد مرحله آبگیری یا خشککن می‌شویم. لباس‌ها را از مخزن لباسشویی خارج کرده، سبد آبگیری را داخل مخزن و روی پروانه کف جایگذاری نمایید. به صورتی که 4 خار زیر سبد در جایگاه روی پروانه فیکس شود. سپس لباس‌ها را به صورت متوازن و تک تک داخل سبد قرار داده. در پوش خشککن را داخل سبد قرار دهید به صورتی که لباس‌ها فشرده شود. ولوم سلکتور را روی حالت اسپین قرار داده و با تایمر به آن ماکسیموم 5 دقیقه زمان دهید. شلنگ آب تخلیه همچنان روی کفشور قرار داشته باشد. پس از اتمام این مرحله شستشوی لباس شما پایان یافته است. توجه: منظور از آبگیری در مینی واش‌های تک مخزن این است که لباس‌ها همچنان مرطوب بوده ولی دیگر هیچ آبی از آن چکه نمی‌کند. جنرال تکنیک، انتخابی هوشمندانه.